با توجه به روند فروش نفتی که شما نگاه کنید، دولت 13 تونسته به موفقیت‌های زیادی برسه، به خصوص اینکه در ماه‌های اخیر رکورد فروش نفت رو در چند سال اخیر زده و فروش نفت به 2 میلیون بشکه در روز رسیده. این موفقیت چگونه حاصل شد؟ مخصوصا بعد اینکه بعد از برجام ما شاهد این بودیم که فروش نفت اون تا 200 تا 300 هزار بشکه نفت در روز افت پیدا کرد. چه راهکارهایی باعث شد که ما به افزایش فروش نفت برسیم؟ تحریم‌های نفتی موضوعی هست که از دهه 90 ایران باهاش درگیره، یعنی بیش از 10 سال هست که تحریم‌های نفتی بر فروش نفت ایران اعمال شده و خب ما با فروش نفت با مشکل مواجه شدیم. در مواجهه با این پدیده خارجی، با این تکانه خارجی بر بازار نفت ایران، راهکارهای مختلفی مطرح شده. مثلا یه راهکار این بود که خب ما بریم با آمریکا مذاکره کنیم، یه توافقی انجام بشه و ما بتونیم نفت ایران رو بفروشیم. گزینه‌ها و راهکارهای دیگه‌ای هم مطرحه. ما اگه بریم راهکار اول رو مورد بررسی قرار بدیم، کارنامه‌اش چی بوده تو این چند سال گذشته. خب با اجرای برجام، قبل از اجرای برجام ما صادرات نفتمون روی 1 میلیون بشکه در روز تقریبا فیکس بود که عمدتاً به چین صادر میشد و یا از چین به جاهای دیگه به حال این نفت منتقل میشد. با اجرای برجام از سال 2016 ما صادرات نفتمون از 1 میلیون بشکه به 2 میلیون بشکه افزایش پیدا کرد. یعنی تقریبا 1 میلیون بشکه روی صادرات نفتمون اضافه شد. و خب یک فایده خوب برجام بود که خب نشون داد که مذاکره با آمریکا باعث میشه که ما صادرات نفتمون افزایش پیدا کنه، درآمد نفتمون بیشتر بشه. توی این دوره اجرای برجام یک اتفاقات، یک اثرات، یک تبعات منفی و هزینه‌هایی بر شبکه فروش نفت ایران ایجاد شد که این هزینه‌ها خودش رو بعد از خروج آمریکا نشون داد. یعنی در سال 2018 که آمریکا یواش یواش از در واقع برجام خارج بشه، ما می‌بینیم که صادرات نفت ایران تا سال 2020 دیگه به اون 1 میلیون بشکه در روز سابق برنگشت، بلکه کمتر از 400,000 بشکه تا حتی 100,000 بشکه کاهش پیدا کرد. چرا این اتفاق افتاد؟ چون ما شبکه فروش نفتمون در دوره اجرای برجام کاملا آشکار شد، لو رفت و خب بعد از خروج آمریکا از برجام این در واقع شبکه زمان برد تا شکل بگیره و خب این باعث شد که در واقع همه اون فواید برجام در دوره اجرای خودش که ما صادرات نفتمون به 2 میلیون بشکه افزایش داد، در دوره خروج آمریکا از برجام بعد از اون دیگه اون هزینه، اون فایده رو در واقع از بین ببره. در نتیجه یک توافق ذاتاً ناپایدار مثل برجام نمیتونه مشکل صادرات نفت ایران رو به صورت پایدار حل کنه. ما در واقع میگیم الان صادرات نفتمون در مواجهه با تحریم کاهش پیدا کرده، میخوایم اینو به صورت پایدار و تضمین شده افزایش بدیم، نه اینکه خب یه قله‌ای بزنه بره بالا، دو مرتبه مثلا بیا رو 100,000 بشکه و در مجموع انگار مثلا نمودار خطی صادرات نفت ایران تا بشه به نمودار سینوسی که یه قله‌ای گرفته، یک کمینه‌ای گرفته و در مجموع خنثی شده. در دولت 13 هم نگاه به موضوع تحریم عوض شد. یعنی گفت آقا تحریم یک تکانه خارجی تو بازار نفت علیه صادرات نفت ایران، کما اینکه موضوعات دیگه‌ای هم هستن که به عنوان تکانه خارجی در واقع مطرحن. مثلا یه نمونه دیگه از اینها بحث کرونا بود یا مثلا بحث جنگ روسیه و اوکراین. همه این تحولات خارجی که خارج از بازار نفت اتفاق افتاده بر بازار نفت اثر گذاره. بیایم ببینیم کشورهای دیگه در مواجهه با این تکانه‌ها و این تهدیدها چه کار میکنن، ما هم همون کار رو انجام بدیم و در مقابل تحریم خودمون رو ایمن کنیم. البته یه سری ملاحظاتی هم داره تو این قضیه. راهکاری که مطرح میشه واسه بحث در واقع مقابله با تحریم بحث بازارسازی نفته. یعنی دولت گفت من میرم نه اینکه بازار یابی کنم، چون ممکنه بازاریابی هم انجام میشه ولی خب شاید ظرفیت کامل نباشه، میرم در بعضی از نقاط مثلا دنیا بازار واسه خودم ایجاد میکنم، نفت خودم به اون مقصد صادرات میکنم. خب این سیاست پیگیری شد. مثلا یکی از سیاست‌هاش بحث شراکت استراتژیک هست که با چینی‌ها خب اصلا در دولت 12 پیگیری شد، یعنی از اون زمان سند همکاری 25 ساله امضا شد. از این افزایش تعاملات با چین باعث شد که الان چین به یکی از مقاصد اصلی صادرات نفت ایران تبدیل بشه و تا روزانه 1.5 میلیون بشکه هم از ما نفت بخره. تعاملمون در دولت قبل با چینی در دوره مثلا اجرای برجام ما صادرات نفتمون به چین 700,000 بشکه بود. یعنی ما الان بیش از 2 برابر دوره اجرای برجام داریم به چین نفت می‌فروشیم در شرایط تحریم. واسه نشون میده که این تعاملات راهبردی ما با چین باعث شده که این صادرات نفت افزایش پیدا کنه. یا مثلا راهکار دیگه‌ای که ذیل همین بازارسازی نفت پیگیری شد بحث سیاست خرید تقاضا یا بای دیمند بود که ایران از طریق سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی یا حضور در پالایشگاه‌های فراسرزمینی میره پالایشگاه‌هایی که
در واقع کمتر از ظرفیت خودشون دارن کار میکنن و احیا میکنه، بازسازی میکنه، نوسازی میکنه، بازارسازی میکنه برای خودش و نفت خودش رو به مقصد صادرات میکنه. الان ما چه پالایشگاه فارسازی مثلا پالایشگاه ال پالیتوی ونزوئلا، پالایشگاه ال پالیتوی ونزوئلا اولین پالایشگاهی هست که ایران درش حضور پیدا کرده و تعمیراتش رو انجام داده و 100,000 بشکه داره به اون پالایشگاه نفت میفروشه در روز و همینطور مثلا ماهانه 2 میلیون بشکه معدنیات گازی داره صادر میشه که در مجموع فکر کنم حدود مثلا 3 الی 4 میلیارد دلار در سال فقط ما صادرات نفت و معدنیات گازی به ونزوئلا است. یعنی یک همچین پالایشگاه 140,000 بشکه‌ای که قبلا مثلا با 40,000 بشکه با 10,000 بشکه کار میکرد و در دولت جدید احیا شد، چنین ظرفیتی رو با صادرات نفت ایران ایجاد کرد. و حالا سیاست‌های دیگه‌ای که ذیل بازارسازی نفت در واقع مطرحه و کمک میکنه. شما الان اگر نمودار صادرات نفت ایران از سال 2020 نگاه کنید، حالا عوامل دیگه‌ای هم موثر بوده، قطعاً بحث تحولات مثلا سیاسی توی دنیا، بحث جنگ روسیه و اوکراین و اون تسریع در گذر به نظم جدید دنیا، قطعا این عوامل هم اثرگذار بودن. این فضا رو باز کردن که ایران بتونه توی بازار نفت با در واقع به صورت تهاجمی‌تر و با سرعت بیشتری نفوذ پیدا کنه. اما خب این عامل‌های بازارسازی نفت رو هم در واقع باید توجه کنیم. یه عاملایی که شما اشاره می‌کنید خیلی معتقدن که یکی از موثرترین عامل‌ها تخفیف بوده. این تخفیف رو شما چطوری ارزیابی می‌کنید و میزان تخفیف ما چقدره؟ و اینم میشه ذکر کنید که اگر ما نفت نمی‌فروختیم و تخفیف نمیدادیم چه اتفاقی می‌افتاد؟ نکنید پس ما یه دو تا بخش توضیح دادم به شما. در مواجهه با تحریم نفتی دو تا راهکار داشتیم. یکی راهکار برجام و مذاکره با آمریکا، که راهکار بازارسازی نفت. الان ما توی اون جایی که تونستیم بازارسازی نفت مثل ونزوئلا به طور دقیق انجام بدیم، نه تنها تخفیف نمیدیم توی فروش نفتمون به ونزوئلا، بلکه داریم تخفیف رو هم میگیریم ازشون. یعنی با قیمت‌های بالاتری داریم نفت رو انگار بهشون صادر می‌کنیم، چون روی فرآوردهای نفتی که به ما میدن اونها ما تخفیف میدن. پس این نکته اول، یعنی ما تخفیف نه تنها نمیدیم بلکه میگیریم. توی بازارهای چین که هنوز اون تعامل راهبردی با چین شکل نگرفته، یعنی هنوز سند 25 سال همکاری‌ها وارد مرحله امضای قرارداد نشده، اونجا ما یه سری تخفیف‌هایی رو میدیم که در واقع هزینه دور زدن تحریم هاست، پوش ریسک. یعنی برای بخش خصوصی چین که بخواد بیاد با ما همکاری کنه، بعد یه سری کارا انجام بده که تحریم نشه، یه سری هزینه‌ها کنه، نمیدونم، و این ریسک داره براش. پس بعد یه جذابیت براش ایجاد بشه که ریسکش رو پوشش بده. اینجا ما تخفیف میدیم. حالا یه نکته اینه که میگن که خب چین که داره تخفیف میگیره دیگه، کمکی بس چه کمکی داره ما میکنه؟ نکته اینه که دولت چین الان تحریم رو رعایت نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی ما هم داریم به بخش خصوصی چین نفت میفروشیم و دولت چین از این قضیه چشم‌پوشی کرده، در حالی که دولت هند این کار نکرده. یعنی ما همین الان حاضریم با بخش خصوصی هند هم کار کنیم، بهش تخفیف بدیم، همین تخفیفی که به چینی‌ها میدیم، بیان ما همکاری کنن صادرات نفت بره بالا. ولی دولت هند در همراه با سیاست‌های تحریمی آمریکاست، دولت چین اینجوری نیست، چشم‌پوشی داره میکنه که ما تعاملمون با بخش خصوصی چین شکل بگیره. تخفیف‌ها بعضی بزرگنمایی‌ها میشه، میگن آقا 40% 50% مثلا فروش نفت ما قیمتش داره تخفیف. نه، اصلا این چیزی نیست. طبق آمار بلومبرگ، طبق آمار کپلر، تانکر ترکرز که همین اخیراً مدرسه شده، طبق آمار آرگوس، همه اینها ما میگه که یه بازه میشه ازش تعریف کرد که ما تخفیف نفتیمون روی هر بشکه نفت بین $5 تا $12 در 2 سال گذشته بوده. یعنی اگر شما قیمت نفت رو بین 80 تا $100 متغیر ببینیم، ما تقریبا تخفیف نفتیمون بین 5% تا 15% ارزش محموله هامون متغیر بوده که این تخفیف هم منطقیه. شما نگاه کنید الان ما داریم 1.5 میلیون بشکه نفت به چین میفروشیم، میشه ماهانه 3.5 میلیارد دلار درآمد نفتی با فرض تخفیفی که داریم به چینی‌ها میدیم و حدودا مثلا ماهی 450 میلیون دلار هم تخفیف داده میشه. خب این 3.5 میلیارد دلار رو شما اگه در نظر بگیری، کل صادرات نفت ما در سال 2020 به چین 3.7 میلیارد بوده. یعنی الان با این تخفیفی که داریم میدیم در یک ماه به اندازه کل سال 2020 داریم به چین نفت میفروشیم و این افزایش درآمدها خب خیلی کمک میکنه به تامین کالای اساسی نیازهای کشور و موضوعات دیگه و این فشار تحریمی رو برمی‌داره. حالا نکته اینه که آیا این تخفیف خوبه؟ نه، این تخفیف اصلا خوب نیست. کاش ما به یک مسیری بریم مثل اون بحث بازارسازی که در ونزوئلا اتفاق افتاد که بتونیم تخفیف رو کم کنیم، مثلا صفر بزنیم، تخفیف تا بگیریم. اما نکته اینه که خب راهکار جایگزین ما چیه؟ آیا در سازوکار برجام که ما نفت فروختیم این برای ما هزینه نداشت؟ آیا باعث نشد که مثلا پولای ما توی ساختار رسمی تحت نظارت آمریکا
در واقع واریز بشه و اون پولا اونجا بلوکه بشه. خب همین بلوکه شدن پول در سازوکار برجامی هم خودش هزینه است. مثلا یه نمونه اخیر بحث وصول مطالبات ما از کره بود که خب دیدید 7 میلیارد دلار ما شد 6 میلیارد دلار. چرا؟ چون دقیقاً توی سازوکار برجامی اونجا نفت فروختیم، تحت نظارت آمریکا بوده تو اون سازوکار و آمریکا پول ما رو بلوکه کرده. بعد از چند سال با 1 میلیارد دلار کاهش، که همین 1 میلیارد دلار کاهش میشه 14% از هزینه‌های در واقع انگار ما 14% هزینه دادیم. پس باید ببینیم در مواجهه با تحریم راهکارها چه در واقع هزینه فایده‌ای دارن. وقتی هزینه فایده می‌کنیم می‌بینیم خب بازارسازی نفت و همکاری‌های استراتژیک به صورت پایدار اولا صادرات نفت افزایش میدن و اینکه تخفیف‌هاشون هم در واقع یکیه یا حتی کمتر در برخی بحران. خبرگزاری برنا